бачаҳои афсонадӯсту зебои ман, ва инак боз фурсати шунидани афсонаҳои ман фаро расид. ҳоло бошад дар иҷрои хонандаи мактаби рақами 68 ноҳияи сари осиёи вилояти Сурхондарё Нармин Назарова ба тариқи онлайн шеър мешунавед. марҳамат Нарминҷон. من الف با میخوانم، برا برا میخوانم. الف با ای صورت دار، صورتش جدا بسیار. قد قدی راهی کدار، بچه ها شاد و خندان. سایی مکتب میروند، مرغا بیوار میدوند. آفرین نرمین جان. اینک گوش میدهیم به افسانه امروزه. من امروز برای شمایان افسانه مردی ҳалол را نقل میکنم. بود نبود، بودگار بود. زمین نبود، شدگار بود. در یک زمان، در یک مکان دو دهقان زندگی میکردند. یکی از دهقانها با دولت بود و زمین زیاد داشت. دهقان دیگر باشد خیلی کمبغلانه امور به سر میبرد و حتی زمین نداشت که کشت و کار کند. روزی از روزها مردی کمبغل به نزد دهقان دوستش می آید و می گوید که کمی از همان پارچه زمینش به وی فروشد. مردی به دولت باشد پارچه زمین را به دهقان کمبغل می فروشد. دهقان کمبغل تازان رفته از دیگر دوستش یک جفت برزگو را گرفته می آورد و برای شودگار کردن زمینش شروع می کند. وقتی که دهقان زمین را شودگار کرده ایستاده بود، آماچش به چیز بر می خورد. وی به این اعتبار نداده کارش را دوام می دهد. برگشته می آید که باز آماچ به چیز بر می خورد. این دفعه دهقان کلند را می گیرد و زمین را می کوبد که از آنجا یک خرمچه طلا می براید. دهقان کمبغل کوزه طلا رو گرفت و تازان به نزد دوست به دولتش رفت و گفت بین من از آن زمینی که تو به من فروختی کوزه طلا یافتم. این نصیب تو می باشد. مرد به دولت نگاه کرد و گفت من آن زمین رو آخر به تو فروختم. آن از آن توست. تو آن را چه خیل خواهی همون خیل صرف کن. آنها همین خیل بحث کردند ولی به یگان مقصد آمده نرسیدند و کوزه طلا را گرفتند و به نزد مرد موی سفید دانشمند رفتند و واقعه را نقل کرده دادند. مرد دانشمند باشد گفت اگر شمایان به یگان مقصد آمده نرسیدید این کوزه طلا را به کمبغلان تقسیم کرده دهید. آن دو مرد از این مصلحتی مرد دانشمند داده خیلی خرسند شدند و برده طلاها را و بیوه و بیچاره و کمبغلان تقسیم کرده دادند و شاد و خرسندانه به خانه اشان آمدند. این را بینید که در زمین دو دهقان هم خیر و برکه در آمد و حاصل بسیار به دست در آوردند. انا بچه های عزیز دیدید سخاوتمندی و عالی همتی آدم را به چنین آبروی عزت و خیر و برکت آورده می رسانده است. با همین افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خوب شیرین آرزومندم عزیزانم و تا برنامه دیگر خیر می گویم.